امروز میخوام باهاتون راجع به یکی از بدترین تجربه های خریدی که داشتم صحبت کنم. من یه دونه CNC 3018 خریدم از اون جایی که قطعاتشون اینجا ریخته و میبینید و کاشکی نمیخرید. حالا با همدیگه میریم سر جزئیات این که چرا و چی شد که این اتفاقا سر من افتاد و دهن من سرویس شد سر این یه دونه CNC. اولین نکته که داشتیم بود که این آقایون و یا خانوم های جنتلمن 1 ماه طول کشید که این کالای منو به دست من برسونم و اصلا برام مهم نیست که تقصیر کی بوده. من وقتی یه چیزی رو سفارش میدم از یه جای خیلی دوری، به نظرم باید که به عهده اونا باشه که حواسشون به ارسال من باشه، نه اینکه خودم برم پیگیری کنم که کجاست، کی چرا نفرستاده، اون چرا نیومده، این چرا نبرده، این چرا این کارو نکرده. و همیناست که یه اکسپریانس خریدن خوب به وجود میاره. اینا تمام وسایلیه، این چیزایی که اینجا میبینید. یه ذره این ور هست که تو دید شما ها نیست، میذارمش این ور که بهتر ببینید. اینها تمام وسایلی هست که برای من فرستادن. این کار پیچ و مهر است. اینقدر مشکل زیاده که نمیدونم از کجا شروع کنم. خب از همین بر پایین شروع میکنم، براتون مشکلاتی که به وجود اومده رو توضیح میدم دونه دونه و بفهمید و شما این اتفاق براتون نیفته. مشکل اول، این موتورا این شکلی که میبینید لای مشما پیچیده دست من رسیدن که من بازشون کردم که ببینم چجوریه. که نگاه کنید خب میبینید که روش مارک داره، یعنی خورده شده رفته و کجم هست حتی. خب و هیچ اسم و شماره‌ای نداره که من بدونم اسپکش چیه و چه برقی میخواد، چقدر برق میخواد، با چه ولتاژی ران میشه و اینا. خب این از این. نکته دوم اینه که قشنگ معلوم دست دومم، یعنی مثل چی استفاده شدن اینا. روغناشون رو نگاه، اینجاش روغن کاری شده، از همه جاش فوکوس کن، روغن کاری شده، از همه جاش خراب شده، همه جاش روغنیه و از خط و خشای روش میشه فهمید. نکته دوم، من حاضرم شرط ببندم که اینا موتورهای نو نبوده و همشون از روی یه دستگاهی برداشته شده. چرا این حرفو میزنم؟ یکی از دلایلی که مطمئنم اینا پروپرایتریان، یعنی اینکه مال یه دستگاه خاصی هن و شخصی سازی شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا از روی دستگاهی باز شدن، خب که این موتورها برای اون دستگاه درست شده. حالا چرا این حرفو میزنم؟ 2 تا دلیل دارم برای این حرف. یکی اینکه اینها پیچ‌های M4 استانداردیه که M4 استانداردیه که به تقریبا به همه استپر موتورها میخوره، که اگه بیایم این پیچو ورداریم و به سوراخ‌های این نگاه کنیم و سعی کنیم اینو بکنیم این تو، نمیره اون تو، نمیره دیگه، سوراخش کوچیکه. من یه چند لحظه اینجا صبر میکنم، شما جوکای بچگونتون رو انجام بدید و تموم که شد میتونیم به بحثمون ادامه بدیم. اوکی، ادامه میدیم. این پیچا تو این نمیره و پیچا بزرگتر از این سوراخ هست و از اونجایی که من میدونم که استاندارد همه استپر موتورایی که استاندارد معمولی باشن همشون M4 میخورن. اگرم M4 نخورن، پس چرا این همه پیچ M4 بر من فرستادن به پیچ M3؟ حالا باز میگیم اینا هم پیچ. دومین دلیلی که باعث شده من مطمئن بشم که اینا از روی دستگاهی باز شده چیه؟ این موتورا خب وقتی 6 تا پین دارن، معمولا 2 تا پین آخر با 2 تا پین وسطی کار میکنن. خب معمولا این شکلیه. ولی توی این دستگاه 4 تا پین وسط کار میکنن و 2 تا پین گوشه کار نمیکنن و این برای من خیلی عجیب بود و نمیدونستم چیه، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که فکر میکنم که این 3 تا مال دستگاه هم. این بود از این 3 استپر موتور که یک دسته دوم پیچایی که فرستادن با این پیچا نمیخونه و اندازش نیست، استفاده شده است، استاندارد نیست، برچسب نداره و قشنگ هم معلومه که برچسب اینجا بوده که کندن. چرا؟ چیکار میخوام بکنم؟ الان این همه کم و کاستی داشتی، من چیکارت میخواستم بکنم که الان مثلا
چون برچسب نداره میتونم اون کار باید بکنم یا میخوام بکنم مثلا. این از این. اما میگیم این مشکلی نداره، اینو میشه یه پیچ کوچکتر خرید، برچسب هم مهم نیست، همجوری وصلش میکنی کار میکنه و دست دومش هم دیگه حالا کار بکنه مهم نیست. میریم سراغ آیتم بعدی. این آیتم برای نگه داشتن درایو که این بالا عقب جلو میره و اون چیزی که بالا پایین میره است. خب تو میگی که خب این سوراخ‌ها واسه این میله هاست، این میله ها رو رد میکنیم، بعد اینجا جای پیچ داره. خب اوکی دیگه، حتما یه دونه از این پیچ کوچولوها رو ور میداریم. موقعی که خواستی ببندی اینو میکنی این تو، بعد میبینی که این پیچ نه رزوه داره نه اندازه اینه. یعنی چی؟ خانم چه غلطی بود بکنیم؟ این چه بمزشه؟ ولی نه که اون هیچ کدومشون هیچ رزوه‌ای نداره. من وقتی یه چیزی رو کیت میخرم باید همه چی آماده باشه، فقط بیاد اینجا برسه من سر هم کنم، نه اینکه دوباره لازم باشه برم خودم یه گونی لوازم بخرم برای اینکه بتونم اینا رو آماده کنم برای اینکه بشه کیت. وقتی یه کیت میخری باید همه چی آماده باشه. و اینجا شروع کار رزوه نداشتن ادامه بقیه همه چیز هاست. این از این. یه نکته دیگه هم که راجع به اینا هست اینه که یکیشون صافه و یکیشون صاف نیست. از اونجایی که میتونید این لبه ببینید نگاه کن، این صاف نیست. خیلی عجیبه. میرسیم به قطعات پلاستیکی. من نمیدونم الان اینا نکته مثبت یا نکته منفی که همه اینا پرینت شده است و به بدترین شکل ممکن. چرا میگم بدترین شکل ممکن؟ هیچ کدوم از سوراخ‌ها اندازه‌ای که باید باشه نیست، همشون کوچیک‌ترن و از اونجایی که پرینت شدن هیچ کدوم باز دوباره رزوه ندارن و کوالیتی خیلی بدی دارن، اصلا حس خوبی به آدم نمیده. یه نمونه از اندازه نشدن ها رو بهتون نشون بدم. اینجا یه پیچ باید بره، درسته؟ یه پیچ میره این تو که این ور به یه مهره گیر میکنه. حالا میای مهره رو بذاری اینجا، مهره جا نمیشه اصلا اینجا، هیچ جور مهره اینجا جا نمیشه. تازه اینا رو گشاد کردم، یعنی یکی رو گشاد کردم هنوز نمیره این تو. حالا این هیچ، این سوراخ ها کوچیک بودن، این سوراخ ها که میبینی اینجا، و من باید این سوراخ ها رو بزرگ میکردم که اینا برن داخلش. به اینا میگن لینیر برینگ هر جوری که دوست دارید تلفظ کنید. این میله ها میره این تو و این راحت روی این حرکت میکنه. خب حالا این 15 میلیمتره. من هر جا میرفتم یا مته 16 داشتن یا 14، هیچکی 15 نداشت. و وقتی هم که 15 پیدا کردم انقدی بزرگه که توی متم جا نمیشد، تو دریلم جا نمیشد. مجبور شدم ببرم سرشو تراشکاری که برام کوچیکش کنم که بتونم تازه توی دریلم جاش بدم که بتونم این سوراخ‌ها رو به اندازه بزرگ بکنم که باید از اول می بود. حالا این توی جعبه یه بغل من که جعبه وسایلایی که خریدم برای این که بتونم اینو سر همش بکنم، که حالا میرسیم به اون. دارم میذاریم سر جاش. این از قطعای پلاستیکی. یه دونه آداپتور 12 ولت 20 آمپر هم باهاش هست که به نظرم کوالیتی خوبی بود. تنها چیز خوبی که برای من فرستادن همین بود. این سراغ این بزرگ بدمون. خب
این چجوری سوار میشه؟ ما یه سری چند تا این کوچولوها داریم خب که میاد اینجا که اینجوری وصل میشه که اونی که از اینا داره میاد این وسط وصل میشه، این 4 تا میان این گوشه ها وصل میشه. حالا این یا اینجا وصل میشه یا اینجا، فرقی نمیکنه. آها یه چیزی رو میخواستم بهتون بگم، اینا بهش میگن پروفیل آلومینیومی، یا نمیدونم میدونید یا نه. اینا یه شکلی دارن و یه اندازه‌ای دارن خب که با استفاده از یه چیزی که این شکلیه توشون قفل میشی برای اینکه بتونی یه پیچی توشون ببندی. خب برای بستن این ها به این هیچ چیز این شکلی برای من نفرستادن. خب و خب میگیم آقا واشر هست دیگه، با واشر میبندی. گزینه اولی که پیش میاد اینه که هیچ پیچی به من ندادن که این اندازه بتونه پهنا داشته، اینقدر دراز باشه که بتونه از این فاصله رد بشه. خب تنها پیچایی که دادن ایناست که از این رد میشه که بعید میتونم بعد از این استفاده کرد. چند تا اینام هست که اصلا بعید میدونم اینا باشه چون اصلا مهره نداره، اینا به چیزی نمیشه پیچش کرد. خب اینم همه پیچ‌ها. شاید من دارم اشتباه میکنم، اگه دارم اشتباه میکنم اگه فکر میکنم چیزی من دارم اشتباه میکنم توی کامنت ها برام بنویسید. من بعید میدونم که چیزی اینجا باشه که بشه باشه اینو درستش کرد. اوکی میگیم حالا رول پلاک هست دیگه، پیچ هم مثلا میرم میخرم مثلا. خب حالا سوال بعدی پیش میاد، من این اینجوری کنم بهتر ببین. من این رول پلاک رو برداشتم کردم این تو. خب این پیچم گذاشتم اینجا، اینم رد کردم. حالا میخوام اینو ببندم، مهره رو ببندم سرش. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ الان من این پیچو چجوری باید سفت بکنم؟ حالا من باید یعنی این برای سوراخ بکنم که بتونم اون پیچو سفت بکنم. چجوری؟ اینو به من بگو من بدونم. اگرم شما میدونید شما من بگید من بدونم. من باید چجوری این پیچو سفت بکنم؟ پیچش این نیست، این پیچ مال یه چیز دیگه. من چجوری اینو سفت بکنم؟ ببخشید اگه صدام یه ذره گرفته چون سرما خورده بودم و صدام گرفته است یه ذره. خب من الان اینو چیکار کنم؟ چجوری درستش کنم اینو؟ حالا بریم سراغ گزینه بعدی. این دوتا صفحه سر و ته چیزه، سر و ته بدشه. این یه دونه میره بالا، این یه دونه میاد اینجا، بعد بینشون اینجوری وصل میشه. حالا اون هیچ. اینا دوباره هیچ کدوم رزوه ندارن و هیچ پیچ دیگه روی اینا رزوه نداره و همشون باید رزوه دار بشن. و حتی یکیشون هم کج دوباره باز. نمیدونم چرا یه دونهشون کج، دوتاشون کج نیسته. اینا تو نگاه اول همه چیشون درسته تا اینکه میای با هم اندازه شون میگیری. نگاه کن، من اینا رو میذارم رو زمین روی یه چیز، اینو من میذارم روی جای صاف. حالا وقتی برمیگردی نگاه میکنیم، نگاه کنید اینجا رو، این اصلا یه اندازه نیستن. واسه یه دستگاهی که ساخته شده باید دقت داشته باشه، این قابل پذیرش نیست اینقدر فاصله. به اینا میگن لید اسکرو. خب این لید اسکرو خودشون هیچ مشکلی ندارن. مشکل از اینجا به وجود میاد. این سری که میبینید سریه که وصل میشه، یه طرفش موتور به استپر موتور، این موتور که اینجاست، یه طرفش هم به همین لید اسکرویی که الان وصله. خب اینا دو تا مدل دارن، یکی اینجوریه یکی اینجوریه، یکی هم یه استایل فنری داره که یه ذره صاف نبودن رو بگیره، چون هر کاری بکنی اینا مثلا صاف در نمیاد. خب فرق این با اون 10,000 تومان بود. خب یعنی فرق این مدل با اون مدلی که یه ذره انعطاف داره 10,000 تومان دونه ای که کلا هم از این آبیا 1 2 3 تا گذاشتن، یعنی 30,000 تومان براشون بیشتر خرج می‌داشت که اون بهتره رو برام بذارن.
ولی از اون جایی که میبینید چه کارهایی رو انجام ندارم، هیچ انتظاری سر این دیگه ازشون نداشتم. واقعا نمیتونستم داشته باشم. 2 تا بلبورین برام گذاشتم واسه سر ته همون لید اسکرو ها که بهشون وصل کنیم بچرخن. این پروفیلی که به من داده بودن، خب اینو من تمیزش کردم. این ورش که اصلا بسته بود، کلا یه صفحه شده بود و هیچ کدوم هم رزوه نداشت که من باز دوباره باید اینا رو خودم درست میکردم. بعد با اتفاقات عجیب آشنا میشیم با اینا. من گفتید اینا چی هم؟ اینجایی که ما این میله ها رو میذاریم، حالا بلنده اینجا میخوره، من دارم بهتون نشون میدم. تش رو با این باید ببندیم. یه پیش میکنی این برش، یه پیش میکنی این برش، بسته میشه. ولی از اونجایی که میدونم تا الان حد زدید، بله درست حد زد، اینا هم رزوه نداره. من خب واسه رزوه نیاز نداره که باشه، ولی هیچ کدوم از پیچ هایی که به من دادن توش نمیره. هیچ کدوم از توش رد نمیشه. این از این میرسیم به اینا بهش میگن راهنمای خطی، فکر کنم اگه اشتباه نکنم. که میاد اینجا وقتی چرخه این جلو عقب میره، خب اینا هم رزوه ندارن. حتی من نمیدونم چقدر کار سختیه مگه. تمرکز خودمون رو حفظ میکنیم. یه شاهکار به بی اسم دیگه. اینی که میبینید و من نمیدونم این چیه اصلا. خب من تا حالی همچین چیزی ندیدم، ولی این برش میخوره به این به زور و این برش من قراره که دریل وصل بکنم. من یادمه که باید یه چیزی باشه که اسمش هم الان یادم نمیاد اتفاقا، که تو چیزتو میذاری بعد سفتش میکنی شبیه کله دریل که کوچیک بزرگ میشه. از اینا نمیدونم این چیه و از کجا اومده که برام فرستادن. خب اونم قیمتی نداشت، نمیدونم چرا انقدر. بعد جالب میدونید چیه؟ حالا من آخر ویدیو قیمت همه اینا رو حساب کردم، خب که چقدر در میاد و اونا رو میخوام بهتون بگم و بفهمید که چقدر یارو میتونسته همه قطعات رو بهتر کنه ولی این کارو نکرد. حالا میرسیم. برای بردش یه دونه آردینو اونو به ما دادن و یه دونه CNC شیلد ورژن 3 با یه سری کنترلر اینا. ببینید خودش یه برده که این برد کوچولو میاد روش سوار میشه، خب که بعد این میاد وصل میشه اینجا این شکلی. بعد اینو وصل میکنی به کامپیوترت و ازش استفاده میکنی که درست حد زدی، هیچ کابلی باهاش نیست. من میدونم این کابل راحتیه، چه کابلیه و راحت میشه خریدش، ولی فکر کنید که باباتون این دستگاه رو میخره که هیچ کس هم نیست کمکش کنه که به نباید. این خیلی به نظرم اشتباهات مسخره‌ایه برای انجام دادن یه کابل. چقدر دوباره رسیدیم به همین موضوع. این کل سیمیه که برای من فرستاده بودم، کل سیم و کانکتورهایی که برای من فرستادم. خب حتی فیش نفرستاده که من فیش بزنم بکنم این تو. خب بعد فکر کنید که دستگاه مثلا اینقدر ارتفاع داره، خب مثلا اینقدر ارتفاع داره، بعد مثلا چپ و راست میره، جلو عقب میره. این موتور خروجی اینا رو تبدیل میکنه به اونی که به موتور وصل میشه. خب کلا این 4 تا سیم لازمه و این کانکتور فیش هایی که برام فرستادن چند تا سیم داره، خدا تا سیم داره. و خب این چقدره مگه؟ مثلا اینقدر، مثلا اینقدر فضا ساختیش مثلا چقدر میتونه راه بره این برون بر تکون بخوره مگه؟ چقدر آخه میخواید؟ نمیدونم یه 5 متر سیم چقدر پولشه که اینقدر سختته برات که من این همه به پول دادم که یه کاری رو درست انجام بدی و اون هم نتونستی درست انجام بدی. و میرسیم به بزرگترین مشکل کل این پکیج.
اینکه من قبل از خرید خیلی تحقیق کردم و میدونم این چجوری کار میکنه، این چجوری باید بهش وصل بشه، چجوری این چیه، اینا چیه، این چیه، اینو چجوری باید روشنش کرد، چجوری باید کلشو کنترل کنیم. یه کسی که مثل من بلد نباشه و پیگیر نبوده باشه چجوری میخواد از همه اینا سر در بیاره؟ یه دفترچه، یه راهنما هم به نظرم خیلی کارو پیش میگیره. نمیدونم. من همه اینها رو حساب کردم. خب همه اینا رو شما میتونید آماده بخرید و این کابلا رو هم که میبینید شما میتونید 1 متریش رو آماده بخرید. یعنی کابل 4 تایی به این تعداد و 1 متر به درازه 1 متر آماده میتونید بخرید که اونا پین بندیش با این موتورها یکی نیست. یعنی اینکه این موتورها به اون استاندارد نیستن. خب همه این قطعات رو شما میتونید بخرید بغیر از حالا این و چند تا دیگه که الان بهتون میگم. همه این قطعات که میتونید جداگونه بخرید و اون آداپتوری که اینجا هست و این موتوره و همه سیما، من همه رو حساب کردم. میشه چقدر؟ میشه 5 میلیون خورده‌ای به قیمت الان. خب میگیم تنها چیزایی که نمیشه آماده خرید یکی اینه، یکی این چیزای پرینت شده است که بازم فایلش میشه پیدا کرد و این آهنای اینجاست. خب اینا رو من حساب کردم. آهن خامش در میاد 500,000 تومان. خب و اگه بگیم برش هم بگیم 500,000 تومان، 1 میلیون تومان هم مال ایناست. خب که میکنه 6 میلیون میکنه 7 میلیون. مثلا میگیم 50-70 بکنیم 6 تومن، با اینا میشه 7 میلیون. میگیم همه پرینت کردن اینها هم 1 میلیون تومان هزینه برده که عمرن هزینه نبرده 1 میلیون تومان این 4 تا دور پلاستیک. خب 8 میلیون تومان. من به اینا 13 میلیون پول دادم به غیر از چیزهایی که خودم خریدم تازه، که الان نوبت اون جعبه است که خودم خرید کردم. این وسایلی که خودم جداگونه خریدم، حالا گذاشتمش تو جعبه که راحت‌تر. کابل برای اینکه بتونم این لامصب رو وصل کنم به کامپیوتر. کاری که اونا باید انجام میدادن و خریدم. فقط نمیدونی چقدر طول کشید فهمیدم اسم اینا چیه، که الان باز یادم رفته اسمشون چیه. قلاویز. آره قلاویز، به اینا میگن قلاویز، نمیدونم چرا. دریل 15 تازه. من یه دریل 15 خرید مته. ببخشید من دریل و مته رو همیشه با هم قاطی میکنم. یه دیدید اشتباه گفتم به خوبی خود ببخشید. من این مته 15 رو خریدم. فکر نکنید که مته های دیگه نیاز نشده. سوراخ‌های کوچیکی که میبینید هیچ کدوم اندازه نیستن. من این پایین یه ست کامل از اینا دارم و تقریبا 50%شون استفاده شد تا الان که هنوز هیچ کاری نکردم. فقط میخواستم ببینم همه چی به هم دیگه میخوره یا نه. مهمترین بخش این کل این ست دریلاش، یه دونه دریل برای من نفرستادن. این پیچایی که میبینید خریدم پیچایی که به اینا میخوره. ببین من از روز خودم زدم رفتم گشتم یه پیچی پیدا کنم که به این بخوره. واقعا من نظرم وقتی آدم کیت میخره نباید این شکلی باشه. این تقریبا 1 میلیون تومان برای من خرج برداشت. ببین این 500-600 تومان بود، 580 تومان بود. اینا دونه 180 تومان بودن. این 200 تومان بود. تازه چون گنده بود متم به دریلم نمیخورد، بعد اینجاشو بردم تراشکاری کوچیک کردم 50 تومان گرفت. اینا چه قیمتی نداشت. اینم 30,000 تومان بود. 30,000 تومان. های خوشحال شدم که منو تا اینجا تحمل کردید. 1 ساعت قرض زدم براتون و همین دیگه. تو ویدیوی بعدی اینو براتون سرهم میکنم، مشکلاتشو با هم برطرف میکنیم
و اینکه ببینیم میتونیم راش بندازیم یا به این مشکل دیگه میخوریم دیگه. خدا نگهدار.